تنها جایی که میتونم دست کایلی جنر رو بگیرم. کار به این نداریم. تار سیگاری هممون میشناسیم. حالا میریم این میکاپ زیباشو با هم دیگه آموزشش رو ببینیم. اولین مرحله‌مو که مربوط کنه اسپریفیک ابراتون رو لیفت کنید، ولی در همین حد کافی. واقعا نیاز اونقدر بزنید که انگار گاو لیست صورتتون. من الان یکم لیفت کردم و تمام. در همین حد ابراتون رو لیفت کنید. یه ذره کانسیلر، یه ذره به عنوان بیس استفاده کنید واسه آرایش. کانسیلر هم بلند کردم به عنوان بیس. حالا سایه قهوه‌ای قشنگ اینجا سایه چشمو زدم. الان یه ذره میخوام با این سایه روشن‌تر جلوی چشمو خشک بکنم و یکم رفتم سراغ خط چشم. حدس بزن چی شد. عاشق این خط چشم شدم. وای ببین چقدر همین چیزاست که دیگه عاشق تاران. خب اینا خط چشم که تکمیلش کردم. وای واقعا از نزدیک جذاب. اصلا نمیدونم چرا اونطوری که تو آینه واقعا تو دوربین نیستن. یه شاین سفید حالا یا توسی دقیقاً اینجا چشتون بزنید. مرحله خیلی آسونه. فرموژن بزنید و آخرین مرحله آرایش چشممون همین ریمله که یه جور بزنید چشمتون هم کشیده تر باشه هم بازتر بشه. ریمل این سریم خیلی خوبه ولی نمیگم مارکشو. ولی اصلا نمیدونم چرا هیچی معلوم نیست اصلا تو دوربین. اصلا معلومه الان یکم میزنم ببین خیلی سخته دهنمو وا نکنم موقع ریمل زدن. اصلا نمیدونم چه مرضی که دارم. یعنی داریم همه تو خوب آرایش چشم کامل تموم شد. نتیجه این شد و گرم به صورت تینت زدم، خیلی ملایم و کم زدم. اینم کانسیلر دیگه یه تیکش نگرفت. اونجایی که گفتم این کلیپ تبلیغی نیست واقعا راست گفتم و این کلیپ واقعا فقط جنبه آموزشی داره. حتی با هم آماده بشیدم نیست چون الان ساعت 4 صبح و من هیچ قرار برانزر میزنیم قشنگ به اینجاها و این استخوان بینیمون و اینجاتون قشنگ برانزر بزنید و همینطور استخوان گونه‌تون رو. و مثلا یکی از چیزایی که من مثلا گفتم مارک یا ریمل نمیگم واقعا منظورتون چوسونه فلان چیزام هدا بیوتی فلان. ببین الان مثلا برانزر شما نداری، خب مارکش اصلا مهم نیست. یه دونه کانتور چرب داری، اونو همونو با کرم پودر قاطی کن بزن، نه با مرطوب کننده قاطی کن بزن. آقا اون بیسه مهمه، میدونی حرفم. رژگونه هلوی خیلی به میکاپ مچ میاد. یه چیز دیگه که مثلا تو طول همه سال که تارا دیدم و فنیش بودم بود که واقعا داره واسه کارش تلاش میکنه. وقتی رفت تو گروه کایلی کازمتیک داره کار میکنه، رفتش از نزدیک کایلی دید. واقعا ببین هر اتفاقی که تو زندگیش داره میفته حقش. ما واسه خودمون ککومک بذاریم ولی من تا الان واسه خودم ککومک نذاشتم. نمیدونم مثلا چه جوری در میاد. یعنی رژمون بمونم بدن. بچا یه تینت باید میزدید که من تینتم نشون ندادم چون گفتم نمیخوام نشون بدم مارک وسایلم.